میشه بریم اونور؟ میخوایم رد شیم. حالا گوسفندم. سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانال پرس استارت، همین کانالی که الان میبینید. و این اولین ویدیو هم منه و الان هیچ تجربه ای ندارم، مخصوصا دارم با وبکم واسهتون ویدیو میگیرم و واسه اولین بارم جدی وبکم گذاشتم. حالا تجهیزاتی گذاشتم، الان گرین اسکرینی که پشتم که غیب شده. حالا یه ذره سفرم کوچیک کردم به خاطری که نمیتونستم بزرگتر از این کنم که زاویه‌اش بد میشد. قراره بریم واسه اولین بازی ما. من الان فارسی هم کردم بازی رو و به بازی هالو نایت خوش اومدید. بازی که جدیدن معروف شده، مخصوصا به خاطر نسخه جدیدش. نسخه جدیدش هالو نایت سینگز فکر کنم اسمش، نمیدونم دقیقاً، یادم نمیاد چون اصلا نرفتم ببینم چجوری تلفظ میشه. اوکی، پس واسه همین اومدیم نسخه اولیه‌شو رو بازی کنیم. هالو نایت بازی که قدیمیه تقریبا، میگم شاید از بعضی شنیدم میگن 8 سال پیش اومده و بازی خیلی قدیمیه و خیلی هم قشنگه. توی حالا سبکشو نمیدونم دقیقاً چیه اسمش، ولی خب بریم شروع کنیم، بریم شروع بازی رو بزنیم و یه بازی جدید انتخاب میکنیم. میگم یکم عادت ندارم، واسه همین دیگه ساری اگه یه جایی مثلا حرف بد اومد یا هر چیزی. خب بریم داستانش چیه. در سرزمین ناآرام دوردست، نام تو با احترام و تعصب به زبان میآورد. کس نمیتوانست روح وحشی ما رو رام کنه. من اینو نمیخورم، میتونید خودتون استوب بزنید بخورید، من دیگه بیشتر از این نمیخورم چون سری رد میشه. خیلی بازیش باحاله، خیلی داستان بازی باحاله و الان داری میبینی رو تصویر یه جایی که انگار یه نفر زندانی شده و یه نور ازش شد. دقیقا همینو بهش میرسیم بعدن، مطمئنم. نمیدونم کی قراره بهش برسیم، ولی فکر کنم این زندانی شده داخل این تخمه و از واقعا یه تخمه مثلا بزرگی، نمیدونم چرا عجب اسمی کنده، ولی آره. و الان این شخصیت ماییم، موسم هم معلوم نمیشه بهتون نشون بدم. این شخصیتی که الان دارید میبینید دقیقا همین شخصیت ماییم. الان قرار بریم به شهر برسیم و شهر اول بازی که خیلی هم مهمه. تقریبا من یکم بازی کردم بازی رو و تقریبا اولاش بودم، ولی بیشتر نرفتم تا یه جایی به بعد. مثلا گفتم براتون که بیام ویدیوشو بگیرم. ما الان رسیدیم اینجا و اون بالا که میبینین جون ماست و بله 5 جون داریم و الان این مایم، این ما کوچولویم دقیقا و خیلی کاراکترمون باحاله. الان جامپشه، این حالا بالا پایین نگاه کردنش که تاثیر زیادی داره و این جامپش هم یه خورده بده، چون مثلا وقتی جامپو نگه میداری میپره، وقتی ول میکنی سری میاد پایین، مثلا همون مقداری که نگه داشتینه انجام میده. خب دقیقا باید از اینجا بریم، ولی بذار من اون برم یه نگاهی بکنم. بابا از همینجا شروع شد. یادم نمیومد اینجا جای مخفی داشته باشه، ولی خب مثل که داره و فکر کنم این بالاش هم میتونیم قشنگ بریم. حالا مهم نیست، ما به راه اون ور ادامه بدیم چون هیچی نداره، قابلیتی نداره. مطمئنا یه قابلیتی بعداً باز میکنیم که پرواز کنیم. من اینو دیده بودم. اولی انمی بمیر. درا رو باز میکنیم، اینا رو میکنیم. وقتی که این انمی ها رو میکشیم هم روح دریافت میکنیم و این هم میتونیم جون پر کنیم با کلیک راست نگه داشتن، هم کار دیگه البته. باید اینا رو بکشیم. الان اینا هم یه جور سکن داخل بازی. حالا همیشه همه جا رو چک کنیم، همیشه حالا حواستون باشه. فکر کنم این بالا هم یه خبریه، ولی نه خبری نیست. مثل دیگه میزنم به قد دیوار اتفاقی نمیفته. فکر کنم باید به شهر برسیم. این چیه؟ بررسی میکنیم اینو. این دقیقا فکر کنم همینو میگه، که میگه اگه مثلا با روح جمع کنیم با زدن انمی و اگه مثلا هیلمون کم شد یا جونمون کم شد، میتونیم دوباره خودمون رو میگه شفا بدید. آره
میتونیم مثلا خودمون هیل کنیم و اچ پی مون رو بیشتر کنیم دوباره. مثلا الان یه نمونهش، مثلا علامت دمیج خوردم و یه دونه از اون بالا کم شده، الان 2 تا کم شد. الان میکشیم و این رو کلیک راست نگه میداریم، جونامون دوباره پر میشه. خیلی قابلیت باحالیه. خب اینجا چه خبره؟ او 2 تا جا انگار داریم، از همین اول شروع شد بازی. اینور بمیر قرار فشار بخوریم، خیلی بدجورم قرار فشار بخوریم تو این بازی. مثلا میخوام مؤدب باشم، نمیشه آقا، مؤدبی اینجا نداریم. من نمیدونم. خیلی ها، ببین خیلی یا جونم. بابا حالا تو منو نزد، این منو زد. همینه بازیش، همینه به این سختی. یه من واسه اولین بار دارم با کم میگم، دوباره دارم بهتون میگم، اگه دیدی که قیافم یه طوری شد یا هر چیزی، آره اینا رو باید بزنیم. فکر کنم ما هیل بدن، درسته؟ تمام. او یه دونش افتاد پایین فکر کنم. بس ببینم کجا فرار میکنی. کجا؟ این دوتا. خب همشو وقتی میزنیم 2 تا جون اضافه میگیریم. بریم پیش اینم بزنیم. الان میتونیم جونمون پر کنیم. آخه جونمون پر شدن قشنگ. و مستقیم به راهمون ادامه میدیم. افتادم پایین که من جدی یادم نمیاد اینجا انگار یه چیز هست نمیتونم برم برش دارم. وای یه بعد از اون بالا مثلا بیام اینو بردارم. یادم نمیاد چه کارهایی انجام دادم کلا توی بازی. اوکی یه راه دیگه که اینو نمیتونیم الان بریم مطمئنا. میتونیم یا نمیتونیم؟ فکر بذار. اوه هاچی روشش رو یاد گرفتم. میدونستم یه همچین روشی داره چون ویدیوشو دیدم. این چی میگه؟ واسه قرار بود به جای هالونا قرار بود لایف استرینج رو بریم، ولی خب دیدم هالونا دیگه خیلی داره مثلا تو اینترنت میتره کنم و همه دارن پلیش میدن. گفتم چرا که نه ما پلیش بدیم و بازیش کنیم. و اگه میخواید متن رو بخونید استاپ بزنید تا سریع بخونید، چون من زیاد نمیخونمش، خودم تو دل خودم میخونم در واقع. و این چیه؟ او من تا حالا اینجا نیومده بودم، اصلا نمیدونستم اینجا هم میشه رفت. این روشا بلد نبودم که شمشیر بزنی میره بالا. یه دونه تلسم حالا باید بعداً بخونیم چجوری تلسم چی کار میکنه. و اینجا یه راهه و راه دیگه نیست. اوکی بریم پایین. اوه به جدید رسیدیم یا همونه؟ اوه همونه. آره که اولیه است اونجا که ازش اومدیم، چون اینا رو من کنده بودم. خب دقیقاً همینجا بود الان فرود. یعنی ما نمیتونیم بریم اون سمت، برای همین ما اینو میریم اینجا، اینو میگیریم، این سکه ها رو میگیریم که خیلی به درد میخوره. باید خیلی هم جمع بکنیم که بتونیم این سری تجهیزات بگیریم از توی جایی که باید بریم. اسمشو یاد بازم مردم. خیلی قلقیه، خیلی قلقش بده این. خب میرسیم اینجا. او نه آها اون پل اونجایی که شکست ما میتونیم از اینجا خارج بشیم. در واقع دورش زدیم، مثلا اینجا بود دقیقاً اینجا جایی که بود پل شکست و ما رفتیم از زیرش اومدیم و اینجا رو شکستیم اومدیم این بعد. لانه مقدس بسی که باید بریم. اوکی او باید اینجا بشکنم. بشکن شکستیمش. تازه بازی داره شروع میشه. تازه و ما از اینجا بریم پایین دیگه نمیتونیم برگردیم تا وقتی که مثلا ابیلیتی گیر بیاریم که مثلا بیایم بالا. ما الان از یه جای خیلی بلند افتادیم و دیگه نمیتونیم به بالا برگردیم. حالا خوب شد من اونجا گشتم و وگرنه اونا رو از دست میدادیم. رسیدیم به شهر خاک. اسم شهر خاکه؟ بله شهر خاک، شهر رو به فراموشی. و اینم یه نفره که باید باش صحبت کنیم. بذارید صحبت کنیم باش. بگو او چطورید؟ وات؟ ریش سفید؟ دوست دارید واسهتون بخونم یا نه متناشو؟ میگه بقیه ساکنین همه ناپدید شدن یکی بعد از دیگری از طریق اون چاه قارهای اون پایین رفتن. بعدن میبینیم منظورش چیه. یه زمانی پادشاهی بزرگ زیر شهرمون وجود داشت، الان مدت است که ویران شده و با این حال هنوز هم مردم به اون اعماق کشیده میشن. یعنی مردم یهو میرن پایین، حالا دنبال یه سری چیزا میگردن، ولی خب این شهرشون واقعا داغون شده و نمیدونم چرا. یه بیماری اومده داخلشون به همشون رو به کشتن داده. چی میگه؟
وای ردش کردم نخوندم. خب مواظب باش، فضای اون پایین با هوای بیمارگونه پر شده، موجودات دیوانه شده و مسابقه اون موجوداتی که قبلا بودن میگم بیمار شدن و دیگه انگار مثل زامبی عمل میکنن، میان به ما حمله میکنن. شاید رویاها اونقدر هم چیز خوبی نباشن. اگه دوباره میتونیم باهاش صحبت کنیم و دیالوگای جدید بده. اینا به امید به برآورده شدن آرزوهاشون به این پادشاهی اومدن. لانه مقدس یه زمانی اسمش این بود، ظاهرا بزرگترین پادشاه تاریخ بوده، پر از گنجینه‌های اسرار. الان دیگه چیز بیشتر از یه مقبره سمی پر از هیولا دیونه نیست. فکر کنم هر چیزی بالاخره یه روزی نابود میشه. این حقیقت واقعا. بشه این کارش کنید. خسته این نیمکت آینه، این دیگه آخرین جملهشه. این نیمکت آینیه ولی بهت قول میدم که کاملا راحته. جای بهتر از این برای جمع کردن افکار قبل از پایین رفتن پیدا نکنی. این جایی که سیو میکنیم در واقع. علاوه بر این من از داشتن همصحبت لذت میبرم. البته پر حرف به نظر نمیرسه. ما زیاد حرف نمیزنیم. و میتونیم روی نیمکت استراحت کنیم و وقتی که من این دکمه رو فشار بدم میتونیم مثلا اینا رو اکویپ کنیم. این چیزایی که داریم و با AWS و چیزاست. از چیکار میکنه خشم فرزان؟ این یه چیزیه وقتی که ما دمیجمون خیلی کم باشه، مثلا دمیجمون شده باشه یک فکر کنم قوی تر بشیم، نمیدونم. فعلا اینو میذاریم چون چیز دیگه ای نداریم و چیز بهتر از اینم هست فعلا، ولی فعلا اینو میذاریم. و وقتی ما اینجا میشینیم اون آیکون سمت راست پایین که میاد، این قشنگ سمت راست من یه دونه چیز سیو در واقع میکنه، بگه باید اونو ببینیم. خب بریم شروع کنیم. بعدن اینجا رو باز میکنیم، اینجا هم یه فروشنده میاد، الان تعطیله. برای رفع تمامی نیازها نقشه برداری شما فروشگاه ما به زودی باز خواهد شد. ازش ایزدا و کورنیف یه دو نفرن، یه هم زن و شوهرن در واقع. من اینا یکم میدونم چون یکم بازی کردم و تا اونجا میشه پارت 1 تقریبا. حالا نمیدونم تا چقدر، نمیخوام ویدیو طولانی بشه و بتونم ادیتش هم بکنم. اینجا جایی که باید بریم، چاهی که باید بریم رو پایین. سمت راستش هم یه جایی هست، فکر نکنم فعلا بتونیم بریم داخلش. بله یه کلید میخواد انگار، در سنگ با قفل ساده. من یه کلیدی میخواد، باید پیداش کنیم. اینو اصلا باز نکردم، یادم نمیاد. خب بریم به سمت چاه. میریم پایین. خب از یه جای کاملا رندوم و از یاد رفته ها، دقیقاً از یاد رفته در واقع. خب اینجا الان کلی انمی داره. این انمی که الان کاری نمیکنه، فقط میچرخه یه جا، ولی این داره حمله میکنه. ما اینو میکشیم، فقط باید اینو یه جوری بکشیم. خوبه کشته شد، وگرنه ما رو میکشتن. اینجا که چیز مخفی نیست و بریم به سراغ جلوتر. چرا افتادم الان دوباره؟ هم جامپ و این چیزاش خیلی بده. دقیقا همون جایی که تو فیلم بهتون گفتم به اینجا میرسیم، دقیقا اینجاست. میریم داخل و فکر کنم یه نفرم اینجا، آره یه نفرم اینجاست، تخم سیاه. دقیقا این همون چیزی که تو ویدیو دیدیم. نمیدونم با چی جو آزادش کنیم، هنوز واقعا زیاد مثلا نرفتم جا، حتی ویدیو هم ندیدم دربارش، واسه همین زیاد نمیدونم. ادامه بدیم بازی رو تا بفهمیم با چیکار انجام بدیم. یه نفرم اینجا هست که میتونیم باهاش حرف بزنیم. سلام رفیق، دیدم یه مسافر دیگه توی این مسیر فراموش شده، باعث خوشحالیه. یعنی دیدن یه مسافر دیگه چرا دم بد میخونه بهش. یه قد و قوارت کوچیکه ولی ظاهر با صلابتی داری. بله من کویرل هستم. عشق وسواسگونه به جاهای ناشناخته دارم. اصلا نمیتونم خوب بخونم. یه پادشاهی خیلی مثلا جای فوق‌العاده زیادی رو در دلش داره و یکی از خیره کننده ترین‌هاش درست جلو چشممون قرار گرفت. دقیقاً همین تخمه رو داره میگه. تخمه سیاه فکر کنم. تخمه بزرگ نمیدونم. یه همین چیزی. فکر کنم یه نفر داخلش زندانی شده. یه نفری داخل اینو زندانی کردن. و ما باید مثلا آزادش کنیم که حالا شکستش بدیم یا نمیدونم. یه تخم سنگی عظیم که بر بقایای یه پادشاه باستانی آرامیده. این تخم گرمه، واقعا حال خاصی داره. یعنی میشه بازش کرد، نشانه‌های عجیبی همه جا سعیده میگم. باید بازش کنیم و فکر کنم باید آیتم جمع کنیم. من واقعا عاشق معمام، کی میدونه در موقع زیر پامون دیگه چه گفتایی نهفته است. حالا میتونیم باهاش حرف بزنیم. این مدت‌ها بود که ذهنم درگیر اینجا بود، درگیر افسانه‌های بیشمار پر از شگفتی و وحشت. دیگه نتونستم مقاومت کنم، باید با چشمای خودم میدیدمش. و ببین تو چه موقعیتی رسیدم. جهان مرده و یک باره زنده شده. موجودات بدونم چی، نمیگم تلفظم بده
و زمین به لرزه افتاده. هوا خفه است، منظورش اینه خفه کننده است، اینجور یه حالتی داره. موندن چه چیزی باعثش شده؟ بازم متس داری؟ آبا ولم کن، تا صبح طول میکشه، فقط متساشو بذارم 1 ساعت شده. اون میخ به تنهایی برای محافظت این خرابات کافی نیست. البته مشکلی هم نیست، فقط کافیه به اطراف نگاه بندازید. موجودات زیادی قبل از ما اینجا بودن و بیشترشون با مرگ‌های دردناک مواجه شدن. از همون موجوداتی که به ما دارن حمله میکنن مردن و شبیه زامبی شدن، به ما حمله میکنن. خیلی هاشون از من و تو مجهزتر بودن. مطمئنم ناراحت نمیشن اگه یه کاوشگر دیگه ابزاراشون رو برای خودشون برداره. و به هر حال نوعی مهربانی، مرده ها نباید نگران اینجور چیزا باشن. اوکی، بازم صحبت داری؟ دیگه از اون شهری که اون بالاست رد شدی؟ عجب جای کوچیکو گرفته ایه و چه عظمتی درست زیر پاش پنهان شده. احتمالاً به خاطر همینی که همه اومدن این پایین. کی میتونه در برابر وسوسه چون این احتمالی مقاومت کنه؟ واقعا که یه شیء دیگه تموم شد. باش حرف نمیزنی بسه. واقعا داستانش خیلی خوبه و پیشنهاد میدم شما هم بازی کنید. باز به راهمون ادامه بدیم. برم اینمی بیا جلو. بیا جلو. اینم از این. یکی دیگه. فکر کنم پر انمیه. او یه انمی جدید. از این شاخاست که میاد برام. ولی خب ما هم راحت میکشیمش. 4 تا پول ده. اوه. ای کلک. فکر کنم بالا خبریه که اینا رو گذاشتن. شاید اینا رو گذاشتن واسه اینکه بتونی راحت رد شی، ولی ما دقیقاً از اینجا نه. فکر کنم یه خبری اون بالا. ما الان نمیتونیم فعلا بریم، جامپمون زیاد نیست. الان به 2 راهی رسیدیم. یکی که میتونیم بریم سمت راست و یکی بریم پایین که هر دوتاشو باید بریم حتما. او یه دونه غول. این انمیه در واقع، شبیه نیمه باس میمونه و اتکاش هم خیلی سادن. بزنمت. همینجور یه ضربه بزنی بیا عقب، یه ضربه بزنی بیا عقب. مهم نیست بخوره یا نه، حواست باید به این باشه. یکی از این کرمه داره محافظت میکنه. این کرمه هم خیلی به درد میخوره. یه جایی هست باید اینا رو آزاد کنیم حتما. خب همه اینا رو برداشتم. 45 تا به ما اضافه کرد از این پولا و اینو آزاد میکنیم. این کرمو بعدا بهتون میگم این کرمه میره کجا. خیلی بالا، باید از اینا زیاد پیدا کنیم. نمیدونم چند تا، فکر کنم یه 40 تایی باشن حداقل. خب این ور ببین، این ور سمت چپ یه راهه، سمت راست هم یه راه دیگه. اول راه سمت چپ رو میریم که اینا رو بزنیم. اینو میارو آها بمیر و اینجا یه جایی هست که میتونیم سکه فارم کنیم و اینا یه بار مصرفه. اینا تو مپ زیادن و یه بار مصرفن تقریبا. و فعلا پایین نمیریم، میریم سمت چپ ببینیم چی داره. وای اوه نزدیک بود بمیرم. اوکی یه انمی دیگه. وای نگو این باسه. این باس باشه خیلی باس فایته. فکر کنم اولین باس اینم یه انمی جدیدی که فقط میپره رو سرتون. فکر کنم جای باس فایت اومدم من. اولین باس فایتمون که قراره داشته باشیم. زیادم بازیش سختی نمیدونم، بعضی میگه خیلی سخته. شاید عادت کردم بهش. میدونم کنه یه بار مرده بودم اون سری هم. اینا رو بزنم. این یه نفر باز اوه نیدم. اینم بزنیم و بریم بال. ببین این دقیقا اینجا میگم باید یه دونه دشتور باید بگیریم که دش بزنه، مثلا اینجور یو بره جلو. الان نمیتونیم اینو بگیریم، خیلی بده. بریم اینم جمع کن. وای با اوه شانس آوردم. دیگه اینا رو برداریم، بریم اینم بزنیم و بریم سراغ جای بعدی. اوه نه این باس نیست. اوکی یه جای بهتره. بعدا با اینجا زیاد کاریم، هم به این پایینش کار داریم هم اون بالا کار داریم. حالا فعلا بگردیم، فعلا کار خاصی نمیتونم انجام بدم. ما از اینجا میریم پایین. فعلا از اینجا میریم پایین. اوه به کسی خیلی خوب رسیدیم، کسی که نقشه واسمون میفروشه. باید حتما با این حرف بزنیم. سلام، برای کاوش این خرابات زیبا قدیمی اومده پایین. به من کار نداشته. چرا با تو کار نداشتم؟ تو دقیقا کسی که من میخوام. من خودمم علاقه زیادی به اکتشاف دارم. هیچ لذتی بالاتر از گم شدن و پیدا کردن دوباره نیست. ما تا فوق‌العاده خوششانسیم. من یه نقشه بردارم و الان دارم روی نقشه این منطقه کار میکنم. میخوای یه نسخه از نتیجه کارمو بخری؟
که بله میگه میتونیم بخریم، میتونیم بخریم، ولی 100% باید بخریم. باید با این چیز کنم و اسپیس رو میذاریم که بخریم. و خیلی خوب، حتما نقشه رو بخرید حتما اگه بازی داره می‌بینید که میتونیم نقشه مثلا این اطراف رو ببینیم. یه نقشه چیز مفیدیه ولی به تنهایی نمیتونه مکانت رو نشون بده. اگه با مسیرها آشنا نیستی پیشنهاد میکنم از همسرم اسمش بده واقعا نمیتونم تلفظ کنم. قطب‌نما رو بخری. یه قطب‌نما داره میتونیم بخریم که مسیرمون رو نشون بده. که شاید به جای همینی که الان گذاشتم استفادهش کنم و اینو جابجا کنم چیزی که دارم. اون همین الان داره فروشگاه جدیدمون رو توی شهر خاک افتتاح میکنه تا به سرگردون‌های مثل تو چیزای مفید بفروشه. حتی گاهی بعضی از نقشه‌های قدیمی من هم میفروشه. وقتی با منطقه جدید باز کنیم بعدا میتونیم ازش خرید کنیم. هر موقع نقشه برداریم یه منطقه تموم میکنم برمیگردم پیش اون، از دیدنم ذوق میگه، همیشه از دیدنم ذوق میگیره. خب الان اگه ما تپو نگه داریم نقشه اینجا معلومه و این اگه دقت کنید این چیزی که اینجا از حالت یه شاخدار و اون چیزا وسط مپ، اون باس اولیه بازی که قرار بریم بکشیمش. با 2 تا آیتم حتما بخرید از همسرش. بذار دوباره صحبت کنم. راستی من خودم رو معرفی نکردم. نه بله، از این بابت من عذرخواهم. وقتی زمان زیادی با خودت و افکار تنها باشی زیبایی‌های گفتگو کردن رو فراموش می‌کنی. مثلا من اما اسمش حالا نمیتونم بخورم و همیشه عاشق کاوش در جهانم، در این حد که وقتی که برای اولین بار از تخم در اومدم بلافاصله گشت و گذارم رو شروع کرد. اینا یه جور سوسکن در واقع، حالا میشه حشره سوسک چیزا، و خواهر و برادرها و مادر بیچاره‌مو تنها گذاشتم به محض اینکه تونستم با همسرم به شهر خاک اومد. یه پادشاهی بزرگ برای اکتشاف درست مقابل چشممون بود. کی میتونه جلو مقاومت کنه؟ واقعا من نمیدونم چی بگم. خودش قشنگ گیر انداخته. البته اینم نبود که ما نقشه نداشتیم، واقعا گم میشدیم. بگذاریم بیشتر از این صدرات نمیشم. با کمی شانس دوباره همدیگه رو میبینیم. خداحافظ و به سلامت. نقشه‌ام لذت میبری. سعی کردم تا جایی که میشه کامل رسم کنم، اما هیچ نقشه کامل نیست. اگه میخوای بخشایی از نقشه خودتو پر کنی میتونی توی شهر خاک همسر و یه سری تجهیزات نقشه برای دقیقاً این چیزی که میخوایم باید بخریم. ما یه مغازه کوچیک برای کمک به امور و معاش داریم و دقیقاً همینو میگه دیگه، چیزی خاصی نمیگه. طرف هم فکر کنم بتونیم بریم ولی فعلا آزاد نیست و این پایین هم میتونیم بریم. به نظرم برگردیم، حالا الان نه، بریم باس شکست بدیم. الان کجای؟ الان دقیقاً پایین نقشه سمت چپ، اون جایی که حالت پله‌مانه اونجاییم. باید 2 تا نقشه بخریم جوری که هم نقشه‌مون رو آپدیت کنیم هم قطب‌نما رو بخریم که بدونیم کجا هستیم. خب رسیدیم به جایی که تقریبا همون اول سمت چپ رفتیم. باید بفهم بریم پایین و از اینجا به بعد اگه اینجا فکر کنم نمیتونیم بریم فعلا. باید اون دستگیره رو بزنیم و تا فعال بشه اینجا. الان باید بریم کجا دقیقاً؟ این نقشه ما خیلی جاش بده، نمیدونم. ما باید بریم سمت راست، چاره دیگه نداریم. و یه چه دیگه هم داریم، سبی معدنه سمت راستمونه الان. و یه نفر دیگه هم اینجا هست. دیگه ببینید داره آواز میخونه. یه دفع کن مادرم را که رنگ پریده است و رسته، دفع کن پدرم را با چشمان محکم بسته، دفع کن خواهرم رو 2 تا 2. آج به چیز به کارم که تمام شد نیز دفع کن مرا. این رو یکی شنیدی، یکی از محبوب ترین ها. یکم داره. اگه دوست داری میتونیم یه چیز دیگه هم بخونیم. تو شروع کن به آواز، تو شروع کن به خوندن، من هم باهات همخونی میکنم. شرط میبندم صدای قشنگی داری. خب این پایین چیکار میکنی که اگه اومدی پولدار بشی؟ فقط کافیه دوربرتو نگاه کن. این معدن هنوز پر از ثروت برای همه به اندازه کافی هست. یه کلنگ بردار و به ملحق. این فکر کنم یکی از شخصیتایی که بعداً قراره بمیره، نمیدونم واقعا، چیزی که اسپویل شدم تقریبا. دفع کن شوالیه رو با میخش قد داره ما رو میگه. دفع کن کشیش رو یه چیزی و تاج را، بقیهش رو یادم نمیاد. ها شاید باید فقط زمزمش کنم. من دقیقا همین دارم میگه برش میریم جای دیگه. فکر کنم ادامه اینجا رو نمیتونیم بریم. یه چیزی داره. نه نرو. وای آسانسور رفت. با آسانسور باید بریم بالا و 2 تا راه داره. یکی این سمت چپه که دقیقا از اینا روحتون رو پر میکنن. اگه چند بار بهتون ضربه بزنید تقریبا روحتون رو پر میکنن و هر بار مثلا بعد چند وقت بیاید دوباره شارژ میشه. و میریم بالا که سمت چپ چیزی نداره. میریم سمت راست
یادم نمیاد چه چیزایی داشت، نکنم بتونم. اینجا بود. اینجا رو باید بشکنیم با یه چیزی و ما الان ابیلیتی خاصی نداریم که بتونیم بشکنیم و راه هم میریم فقط یه جور میلرزه، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته. پس باید بعداً بریم اینجا. الان دیگه اینجا کاری نداریم، ما برمیگردیم به جایی که بودیم. من الان میدونم دقیقاً کجا، دقیقاً اونجا هستم و دقیقاً سمت راستی. ما الان اینجا رو هنوز نمیتونیم بریم. اوکی، یا باید کلا مسیر رو از پایین رد کنیم یا نمیتونیم. و چیکار میکنیم؟ برمیگردیم به شهر خاک. اینجا انگار یه جایی هست این بالاش و ما نمیتونیم فعلا بریم. میگم ما ابیلیتی باید داشته باشیم. اینم یه نفر بزنیم و پولدار میشیم. اینجا جایی که الان افتادیم پایین و ما سمت راست رفتیم در واقع، ولی باید سمت چپ میرسیم. حالا مهم نیست، هر دوتاش یه جاییه. الان برمیگردیم میریم تو شهر خاک، یعنی دقیقاً همین خونه. الان میبینیم باز شده. بله، همسر اون طرف الان اومده اینجا و نقشه به ما میده. نقشه نه، وسایل نقشه فعلا. بابا اومده نقشه بخری. آره راستش باید با شوهرم صحبت کنی، ولی چه تصادفی اونم رفته اون پایین. برمیگرده تا نقشه های جدید رو برای فروشگاه بیاره، ولی کاش کمی بیشتر اینجا میمونه. یکم دلش تنگ شده برای همسرش. من خودم علاقه زیادی به فروشندگی ندارم. حالا بذار ببینم اینجا برای فروش چی پیدا میکنم. خب چیزایی که باید بخریم حتما. جهت یاب سرگرم، این دقیقاً چیزی که الان میخوایم. به شدت پیشنهادی، به شدت پیشنهادی. اگه پیدا کردن راه توی اون 1000 تو زیر پامون واسط سخته، با این طلسم رو امتحان کنم. این واقعا خودمون داره نشون میده و مخصوصا باید این پایینیه رو بخریم حتما. این چیزی که هست، این نقشه‌مون رو آپدیت میکنه و باید این دوتا رو بخریم. اول ما اینو میخریم چون فعلا پول فقط اینو داریم. باید یکم پول جمع کنیم، دوباره تقریبا 100 تا دیگه جمع کنیم تا بتونیم اینو بخریم. الان باید بریم رو صندلی بشیم تا اینو بذاریم رو خودمون تا عمل کنه. در واقع ما میایم میشیم روی این صندلی و آیو میزنیم و الان اینجا ما اینو انتخاب میکنیم. کلا 3 تا جا داره و این دوتا رو همش خرج کردیم و الان راهمون رو دیگه گم نمیکنه. وقتی ما الان از اینجا پاشیم، الان تازه سیو هم کردیم و تب و نگه دارم اصلا معلوم میشیم ما الان اینجاییم و دیگه نیازی توضیح بهتون بدم بگم ما الان کجا هستیم. الان وقتشه بریم باس بزنیم. بعد الان بریم سمت راست و بریم پایین اگه بشه. به نظرم از اون مسیر نریم، بریم سمت چپ یا نه. ما از مسیر سمت راست میریم. اگه دیدیم راهش درست نبود برمیگردیم میریم از اون مسیر. باید بریم پایین و دقیقاً همینجا گیر میکنیم. به خاطر همین باید از پایین بیایم که بتونیم اینجا هم باز کنیم. حالا من که دارم این مسیر رو میرم، شما اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی از دست ندید. قرار ویدیوهای زیادی داشته باشیم از این بازی و مخصوصا بازی‌های دیگه، نه فقط این بازی‌های دیگه. کلی بازی دیگه داریم، مخصوصا داستانی و هر چیز دیگه و من خیلی هاشون رو بازی نکردم و دوستم روی این چنل برمش. دوباره رسیدیم به این نقشه کشور. ما با این کار نداریم، دوباره میریم پایین. مثلا ما الان به همسرش سر زدیم، اتفاقی میفته یا نه؟ نقشه رو این به اینجا این سمت راستی که بهتون گفتم، این جایی که باز وقتی که بزنیم اینجا باز میشه و اینم میره دیگه، میره یه جا دیگه. دیگه اما حرفا قبلی رو میزنم و که با همسرش صحبت کردیم و یه سری جاها داره، مثل که از اینجا میتونیم بریم. چقدر پول اینجا داره، من تا حالا اینجا نیومده بودم. همیشه باید همه جور خوب بگردید، واقعا چیزا خفنی میتونید پیدا کنید. و یه در مخفی هم اینجا هست مثل اینکه. بذارید من اول افتادم پایین دوباره. اوکی اینو برداریم یهو از بین نره، حذف نشن. من نمیدونم اینا حذف بشن حذف نشن. دوباره یکی دیگه از اینا هست. فقط سکه داره میگیریم و 81 دونه سکه گرفتیم اصلا. از این برم پایین چه اتفاقی؟ او اینو اصلا اسکیپ کردیم. وای یه نیمچه باسه این، میتونیم راحت بزنیمش اگه وای زد به من. راحت میشه زدش تقریبا. بعد پف میکنه و یه سری چیز هست. البته دوباره میان، الان شدن دوتا، یه ذره طول میکشه. مینی باس حساب میشه ولی خب. او توف نکن اینجا رنجی دارم. چه رنجی دارم. تموم شده که خدا شکر همین دوتا بودم فعلا. بعدا بازم فکر کنم سخت‌تر بشن. اونجوری که یادم یکم بازی کرده بودم اینجا بود یکم سخت‌تر میشه، مثلا 3 تا مرحله بود. من جلوتره همون مسیری که داریم بریم. چه مسیری هست؟ او یه مسیر این مسیر از این بالا این چه مسیریه؟ من فکر این اومده بودم اینجا وای میسین، هم جونتون پر میشه هم روحتون.
و میتونیم اینجا دوباره استراحت کنیم. بعد راستی اینم بهتون بگم بعضی صندلی‌ها تلن یه دوباره اسپان شده، ولی خب ما الان میتونیم راحت اسکیپش کنیم. پس اما نمی‌گم ما میریم برای خودمون، مهم نیست. خب بس این نفر این پایینه، اینم میزنیم، این پولا هم برمی‌داریم. یه مسیر این بالا هست انگار که فعلا یه آیتمه، اگه دقت کنید یه بالای آیتمه، باید بتونیم برداریم. بعداً الان نمیشه، باید من یه ابیلیتی داشته باشیم که بتونیم بریم. اوی پایینم یکی از این هست، خدا رو شکر نمردم. برو پایین برو پایین برو پایین. آها الان میریم بالا و نقشه رو نگاه کنیم کجایی. هنو وسط راهیم اینجا، چون جای جدیده دارم بهتون نشون میدم. واقعا باید همه جا رو با دقت گشت. خیلی چیزایی داره که اینجا رو مثلا یه جای مخفی از پایین میشه رفت. یه لحظه ترسیدم گفتم نمیتونم بدرم. خوبه راه گذاشتن واقعا، اگر الان میمریم ما. فعلا اینجا راهی دیگه نداره، من بعدا راه باز بشه الان نمیدونم. یه راه دیگه اون بالا بود، اونو میخوام چک کنم ببینم چیه. این مپو نگاه کنی ببین اینجا معلوم نیست هنوز چی خبره، ولی اینجا یه راهه و میتونیم رد شیم. او این راه پایینیه رو کلا اسکیپ کردم. وای هیل کن و این راه یه راه چیزی هم اونجا سکه، من برم اونو بردارم. سکم داریم برمیداریم اگه این ما رو نخوره. حالا الان باید برم تا اون ته یه ضربه حالا بخوریم، اشکال نداره. برمیگردیم میریم به ادامه مسیرمون. و 2 تا راه داریم الان. این راه بالا که 100 باید این بالا بریم قاعدتا و پایین رو میذاریم واسه بعدن که میره شهر دیگه و اونجا ما مپو نداریم، باید اون طرف رو پیدا کنیم بعدن. اول این باس اینجا رو بزنیم. ما الان باید بریم اول بالا. من اول میخوام برم بالا اونجا رو باز کنم. یه صدایی از اینجا میاد نمیدونم چیه. برم اینجا یه چیز مخفی هم داره انگار، از اون کرما در واقع. اینجا نه بازه من اینو نمیخوام. اینجا جای باز الان نمیریم. اینجا بود، اینجا یه جایی که میتونیم مسافرت کنیم مثلا به شهرهای دیگه. خیلی خوب و اینجا میتونیم استراحت کنیم، سیو بشه و خوبه. ما اینجا سیو میکنیم و ببینیم بررسیش. یه ایستگاه پرداخت عوارض با ژئو اسمشه. ژئو اسم همین پولایی که ما الان داریم. میگیم آره ما اینکه پول نیاز داریم الان، ولی میگیم آره تو خرج کنیم، این واقعا مهمه. اصلا 120 تا هم داره، میتونیم اونو بخریم. و الان میتونیم زنگ رو بسه در بریم. درسته؟ یه زنگ میزنیم الان یه نفر میاد اینجا، کسی که ما رو میبره میاره. بریم باهاش صحبت کنیم. درود کوچولو، از آخرین باری که صدای زنگوله ایستگاه رو شنیدم یه عمر میگذره. صداش توی مسیر ایستگاه ها طنین انداز شد و منو به سمتت کشون. هر وقت میخوایم بریم اینو میتونیم صدا کنیم همین زنگوله. تقریبا همون فست تراول خودمونه. ولی خب طی این سالها خشک و خسته شدم و چیزای زیادی رو فراموش کردم، اما صدای زنگوله همیشه منو با خودش میکشونه. این مسیرهای سوخت شاخدار تا اعماق قلب لانه مقدس کشیده شدن. هر وقت خواستی از طریقش رو سفر کنی از سکو منو فرا بخون و جایی که میخوای بری میفرستمت. مثلا الان میگه 2 تا جا داریم، شهر خاک، یا میتونیم بریم تقاطع از یافته همینجا سوا. و الان کاری نمیکنیم، باید بریم اون مسیر رو باز کنیم. نکنیم یه صدایی میاد اینجا، فکر کنم دقیقا همین داخل اینجاست. من نمیدونم باید چطوری برم داخلش. دقیقا ستاد فکر کنم باید یه دابل جامپ داشتم برسم به این بالاش. دقیقا به داخل همینه. ببینم میتونم با ضربه چیزی. نه عجیبه کجاست این پس؟ صداش از داخل همینجا میاد. اگه شما میدونید این کجاست لطفا داخل کامنت بهم بگید. فقط اسپویل نکنید بازی رو. ولی بگید این کجاست این کرمه. دقیقا نمیدونم، هر جا من گشتم پیداش نکردم. البته اینجا یه جای نه پیداش کردیم یه جای مخفی. اشمام پیداش کردیم. نمیخواد بگید داخل کامنت پیداش.
بعد شما کامنت تو بذارید واقعا اگه از این بازی لذت بودید واقعا کامنت بذارید که پارت های بعدی رو بذارم یا نه. نامون رو پر کنیم اگه بمیریم واقعا واسه اون خیلی بد میشه. اصلا الان که یکم ضعیفیم الان مهم هم نیست زیاده ولی خب بریم بهتره. خب ما الان اینجا رو باز که به راحت میتونیم بریم بالا ولی ما میریم با همون البته با همین چیزه نه میریم سراغ باز اول از همه میریم سراغ باز وقتشه واسه اینجا رو بزنیم. هم میتونید نزنید هم میتونید بزنید چون یه آیتمی فکر کنم به ما بده و خیلی خوبه آیتم رو باید برداریم اینم که راحته ایزی. اگه در باسه قلقیه اما دفعه اول ممکنه بمیرید بابا بمیر بابا فکر کردی چی هستی تو جالب او حواستون باشه اسپریس رو نگه داره واسه پریدن. یه بار جونمون هم پر میکنیم ببینیم بالا چی داریم. بالا هم یه راه داره انمی وای برو بابا ما قوی تر از این حرفاییم و اینجا مثل که یکم نه نمیتونیم بریم اینجا باید دش داشته باشیم تا بتونیم بریم. دش همون سرعتی که یهو سرعت میزنه بره و نمیتونیم الان بریم باید قابلیتشو به دست بیاریم. انیمی ها رو باید اینجا بکشیم تا برسیم به اتاق باس فایت. آماده اید یا نه؟ قرار بریم باس اول بازی رو بزنیم. حتی فکر میگم جلوتره نه اینجاست فکر کنم اینجا باشه. بریم فعلا این ور بریم بگه تازه یادم داره میاد اینجا واسه در واقع این بالا مثل که میشه رفت نمیدونم کجا. باس این باس کجا هستی؟ من میخوام بکشم خب همه اینا رو میزنیم. باس اومد. خوش اومد به اولین باس. میشه اینقدر نری عقب. این بده وای حرکاتشو بلد نیستم هنوز. ضربه میزنه باید حواستون باشه. این فعلا وقتی میپره و ضربه میزنه هیچی نمیاد. باید ازش فرار کنیم. اولین فازشو داریم میزنیم واسه این جونم خودمون پر کنم. الان میزنیمش. الان میره تو فاز دوم نه؟ نمیره. وحشی شد برادر. فاز دوم. خوش اومد تو فاز دوم. وای زد تو سرم. حد وحشی توی. حواستون باشه من الان این گوشه داره کیر میندازه. حواستون باشه از وقتی میپره استفاده کنیم مثلا این ور اون ور برید حتما. شارژ. توی بالا هم باید باشه که یه از این چیزا نیفته تو سرتون. یه بار دیگه مرد. ما یه بار خودمون هیل میکنیم سریع و میزنیمش. من تو فاز داری تو هنون نمرد. الان رفت فاز دوم میکنم. الان فاز سوم حساب میشه ولی خب وای چه کاری میکنی؟ وای شارژ باز زیادی حواسم باشه. میگم با حرکاتشون آشنا بشی راحت زدن. مویرت یارم. وای حواسم به بالا بود میشه. وای اصلا فرصت پیدا نمیکنی جونتون رو پر کنید. من جونم رو پر کنم الان بزنم بگم الان بمیره. نه مردی؟ وای اومد تو هش شد دوباره. چند تا فاز داری؟ الان مردی واقعا. و الان یکم میزنیش میمیره دیگه. مرد. بالاخره چه عجب. تمام شد. این الان جنازشه. بعد میتونید شما به این چیزی ضربه بزنید آهنی دست. و یه آیتم نشان شهر که باید بریم ببینیم چیه دقیقا. خودم الان یادم نمیاد چی بود. خب اینجا میتونیم بریم جایزه هم بگیریم که یا اول چقدر پول داد. این چیه؟ این گرزی که داشتم
وات الان برم اون وقت هستش؟ رفتش این برزش هم انگار یه حشره ای بود باورم نمیشه و نمیشد زدش حالا فرار کرد دیگه امیدوارم چیز خوبی نداشته باشه وای همه پولام رفت وای همه پولامو باید همه پولا اول برداریم بعد بریم وای نه میتونم از سیو بیام ولی خب این کارو نمیکنم همه پولام هدر رفت میتونم بالا هم بریم ولی خب نمیریم بالا من باید از اون ور بریم ولی خب مهم نیست ما میریم به جایی که میریم این ور الان به خاطری که اون ضربایی که زد فکر کنم اینجا از هم پاشیده شده و 1000 تا راه باز شده این بالا هم فکر کنم یه نفر هست که باید اینو حتما بریم مهارتش خیلی خوبه یه ابیلیتی بهمون میده امیدوارم همین باشه فکر کنم همینجاست این یه ابیلیتی بهمون میده این خیلی خوبه و اول بشیریم استراحت میکنیم سیو میکنیم دیگه واسه همون مهم نیست همه چیز در داریم ما اوکی باید صحبت بکنیم کی داره از تو تاریکی بیرون میخزه خدای چه ظاهر شومی داری یه غریبه با صورتی خالی و سلاحی هولناک منظورش همون میخی که داریم یه چیز مهم تو رو به اعماق خرابه‌ها لانه مقدس کشونده ولی نمیپرسم چی شاید به این دلیل پیدا کردی که به کمکم نیاز داری لازم نیست چیزی بگی دوست من میخوام بهت یه هدیه بدم یه افسون کوچولو شیطانی که خودم ساختم برای موجود کوچیکی مثل تو عالیه دوباره باش حرف بزنیم یه نترس ایمان داشته باش این افسون دیگه متعلق به توه در واقع واقعا یه ابیلیتیه ولی خب مثلا انگار یه توی حالت ترینینگ ما رو میندازه که ما ازش بگیم بیرون این افسون تو نمیتونی زیاد جلوتر بدی واقعا نمیتونیم زیاد جلوتر بدیم و باید بگیریمش الان ما بیهوش شدیم انگار اوکی روح کینه توز یه اینو میتونیم نگه داریم حالا بزنه یه شلیک بکنه با روحی که داریم خب ما الان اینجا بیدار شدیم انگار مثلا ما رو زندانی کرد ولی خب بیدار شیم باش حرف بزنیم اوه بالاخره بیدار شدی معذرت میخوام شاید باید راجع به قدرت اون افزون بهت هشدار میدادم همینجور که خواب بودی داشتم ازت مراقبت میکردم ولی انگار خودم هم خواب رفته بودم تو خواب رفته حالا که بیدار شدی به نظرم میتونی یه لطف کوچیک بهم بکنی البته نه به جبران هدیه‌ای که بهت دادم فقط چون الان دیگه با هم دوستیم ببین یه هیولای بزرگ و نفرت انگیز توی قلب این معبد لونه کرده چه بی احترامی خیلی ازت ممنون میشن اگه به اعماق اونجا بری واسم بکشیش باید با این ابیلیتی بکشیمش جوری دیگه نمیشه موجود جون سختیه اما با قدرت جدیدت به راحتی از پسش برمیای تو انجام این لطف کوچیک موفق باشی دوست من الان شدیم دوستش اصلا این چیه راجبه این دروازه بین اون کنجکاوی او چیز عجیبیه ولی تا اون موجودی که تو قلب معبد خوابه نکشی باز نمیشه باید اون حتما بکشی نگرانش مطمئنم اون ارواح جدید ازت مراقبت میکنه اگه بریم زیاد نمیخواد باش صحبت بکنیم داستان خاصی نداره و حالا الان نیاز ولی میتونیم اینو بزنیم و یه شلیک انجام بدیم الان میتونیم چند تا شلیک 3 تا شلیک میتونیم انجام بدیم چون ظرفیت روحمون کمه تقریبا بعد از اینا رو بکشیم که بهمون روح بدن که بتونیم شلیکامون رو انجام بدیم یه جای اینجا هست که روح میتونیم پر کنیم بعد بزنیم روحامون رو پر میکنیم و یه مسیر اینجاست یه رسی که به پایین هست این عجیبه واقعا بگردیم همونجا رو هر جام که هست باید بگردیم این بالا انگار یه چیزی هست ولی نمیدونم چیه ولی خب مهم نیست فعلا هم که رفت بذاریم انمیمون کلا رفت درگیر خودش شد کلی سکی جمع میکنیم هم میزنیم که جون اضافه بگیریم و میریم به مسیر اصلیمون میپرزیم این طرف این کسی که باید بکشیمش الان و باید از راه دور از این روحا بزنیم وقتی میریم نزدیکش اینو بسته میشه و نمیتونیم بهش شلیک کنیم بعد ما از راه به قدرت نیاز داریم و باید دیگه هم صبر کنیم که از این موجودا پرت کنیم و بتونیم بزنیمش یکم قلقی چون بده واقعا او خوفی میکنه از اونجا مرد بالاخره مرد الان پولاشون ور میداریم الان در بازه یه آیتم هم اینجا هست اینو برداریم روحگیر فکر کنم وقتی که اینمی میکشیم روح بیشتری به ما میده راحت‌تر میتونیم شارژ کنیم
خب الان این باز بشه دروازه. خب پس کار رو تمام کردی، هیولا رو کشتی، موجود بیچاره حتما ازت وحشت کرده بوده. قبلا خیلی آروم خیلی رام بود، اما هوای گندیده این غار وجودش رو پر از یه خشم باستانی کرد، همون مریضی که اومده. با این حال کاری رو که باید انجام میدادی، قدردانی من رو بپذیر. البته من دارم چی میگم، واقعا میگم حرف زدم بده. البته هر دومون میدونیم که بدون افزون من نمیتونی از پسش بر بیای. اوه واسه اون در باز کرد و ببین دروازه بینمون باز شده. مطمئنم که مشتاق به مسیرت ادامه بدی، مشتاقی که به مسیر ادامه بدی. به درود و ایمان داشته باش، دنبال هر چیزی که هستی اون خودش رو پیدا میکنه. ما داریم بگردیم دیگه، کلا همینه. چرا مردی نه چیزی؟ متأسفم از من چیز دیگه ای نصیبت نمیشه. هر چند سماجتت رو تحصیل میکنم. میگه این همه داریم با هم حرف میزنیم. اینجا دیگه تموم میشه. اوکی؟ اینجا سیو میکنیم. من میخوام یه چیز جالب بهتون بدم. یه مسیر هست حتما باید این ابیلیتی رو داشته باشیم تا بتونیم ردش کنیم. ما باید این مسیر رو ادامه بدیم. اینجا رو باز میکنیم. دقیقاً همون دری که گفتم جای نقشه کش هست. حالا میایم بیرون، یه نامه ازش مونده فقط. داشتی دلم برات تنگ شده بود. اگر حس میکنی گم شدی، چرا به فروشگاهمون تو سر خاک سر نمیزنی و نقشه‌های منطقه رو نمیخری؟ همین الان با قیمت عالی موجوده. چه گرفتی اصلا مهم نیست. ما فقط اون پرش نیاز داریم که میتونیم بریم بخریم. اسم کنم اینجا یه مسیر دیگه است که بعداً باز میشه. مثل همینجا که الان باز کردیم. و فعلا ول میکنیم اینجا رو. و یه مسیری سمت چپ هست که باید اون رو بریم الان. میخوام واسه آخر ویدیو اونجا رو بهتون نشون بدم و اونجا ویدیو رو تموم کنیم. فکر کنم دقیقاً همینجاست. جایی که من خیلی خوشم میاد ازش. به جای اسم اینجا نمیاری؟ من اسم اینجا چیه؟ اوکی؟ یه راهزنان، مسافران لانه مقدس از میان پیشه به تپه‌های قاش به سوی قلب این سرزمین فرود میآید. در آنجا همه آرزوها برآورده و تمام رازها آشکار میشه. منطقه این چیزی که رو تابلو انگار داشته بود. دقیقاً این بود. این کسی که ما اینجا بیشتر از این نمیتونستیم ببینیمش. بعد از این چیزا بیاد تا بتونیم روح جمع کنیم. دقیقاً از اینا. یکم سخت زدنشون، چون سرعتشون واقعا زیاده. میذاری مثلا اینجوری الان میمیرم. اینجا آها میذاره جونمون پر کنیم. باید حواسمون باشه زود بزنیمش. حالا یه شلیک و مرد بالاخره. کلا پول جمع 50 تا پول میده. باید از این مسیر بگذریم و فعلا به اونجا نرسیدیم. مثل که باید یکم از این مسیرها فعلا ادامه بدیم. مثلا باید بیایم اینجا بریم بالا. این مسیر اسمش مسیر سبزه، نه که اینجا سبز و چمنزار و این چیزاست. مسیر سبز اینجا. مسیر سبز، بله به مسیر سبز خوش اومدید. و یه جا این ته هست، دوست دارم واقعا بهتون نشون بدم، خیلی باحاله. و بعد میریم برای پارت بعدی. خیلی سخته اینجا، جونمون رو پر کنیم. نمیریم اینجا، میشه بریم اونور. میخوایم رد شیم. ولی گوسفندم این تخمش میتره که و باز صبر کنیم، دمیج میده واقعا. تا اینجا کلا اومده بودم و دیگه بعد اینو دیگه نرفتم. باید نشون بدم واقعا همچنان نرسیدیم به اونجا. باید بیشتر برم جلو. نه اینجا راستی فکر کنم نقشه‌شو نداریم، درسته؟ آره نقشه‌ای نداره و باید اون طرفو پیدا کنیم تا نقشه ازش بخریم. به جا جالب داستان. همین شخصیتی که الان دیدید همین هالو نایت جدیده، همین هالو نایت سینگ سونگ، نمیدونم اسمش اینجور اسمی داره، دقیقا همینه. من خواستم فقط اینو ببینید، خیلی بالا. الان ما رو دید و فرار کرد، رفت کلا. شما الان اونو دیدیم و بعد بعدا بریم دنبالش و بعد ابیلیتی حتما داشته باشیم. الان نمیتونم اینجا جامپ بزنم برم اونجا، پس واسه همین بعدا باش ملاقات میکنیم و تا همینجا واقعا کافیه. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم لذت برده باشید و تا یه ویدیو دیگه فعلا.